سلام خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. در این قسمت میخوام راجع به مبحث خیلی مهم الگوها صحبت کنیم. چرا میگم مبحث خیلی مهم؟ چون که الگوها یک سری رفتارهای تکرار شونده روی چارت هستن. یعنی در اصل یکی از پایه ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به شمار میان و این الگوها در اصل نتیجه رفتار جمعی معامله‌گران در بازاره که به صورت یک ساختارهای مشخصی روی چارت میتونید پیداشون کنید و تشخیصشون بدید و باهاشون کار کنید. حالا شناخت این الگوها هم به شما میتونه کمک کنه که استراتژیاتون رو بسازین، یعنی با این الگوها میتونید شما استراتژی شخصی برای خودتون بسازید. هم میتونه بهتون کمک کنه که بتونید تشخیص بدید بازار الان در چه فازی قرار داره، میخواد چیکار کنه، چه سناریوهایی الان ممکنه اتفاق بیفته و یه درکی در اون قسمت از بازار میتونه به شما بده. البته اینم بگم که الگوها به تنهایی هم ابزار تصمیم گیری نیستن، ولی میتونن در کنار مثلا فکت های دیگه یا ابزارهای دیگه نقطه ورود و نقطه خروج های خیلی خوبی به شما بدن و یک نقطه تاییدیه خوبی میتونن برای شما بسازن توی بازار و بتونید باش کار کنید و معامله کنید و حتی استراتژی بسازید. خب حالا من در ابتدا براتون 3 تا از مهمترین الگوهای کندلی رو اینجا براتون آوردم که با دونستن اینا دیگه نیاز خاصی به الگوهای کندلی دیگه نخواهید داشت، چون مهمترینش همینا هستن. الگوی اول الگوی پینبار هستش که خیلی داخل بازار میبینیدش. همونطور که میبینید اینجا کندل‌های پینبار سایه های بلندی دارن با بدنه های کوچیکی که بدنه یا باید در قسمت بالا باشه یا در قسمت پایین. حالا اگه شما مثلا همین کندل رو در انتهای یک روند نزولی در یک ناحیه حمایتی ببینید، بهش میگن کندل همر. و اگه همین کندل رو برعکسش رو در انتهای یک روند صعودی در یک ناحیه مقاومتی ببینید، بهش میگن شوتینگ استار. ولی در کل بدونید که بهش میگن پینبار و نشون دهنده برگشت بازاره. مورد بعدی کندل های دوجی هستن، کندل هایی که بدنه بسیار کوچیکی دارن و با سایه های بالا و پایین تقریبا هم اندازه همراه باشه، بهش میگن کندل های دوجی که نشون دهنده تردید در بازار در اون قسمت. حالا چرا؟ بذارید بهتر براتون توضیح بدم. فرض کنید که بازار در تایمی که یک کندل اوپن میشه و باز میشه در این ناحیه قرار داره. بعد از اون بازار میره به سمت بالا، دوباره میاد به سمت پایین، میره بالا، همینجوری رنج میزنه و در نهایت در اینجا بسته میشه و این به صورت یک بادی خیلی کم و ریز شکل گرفته میشه و این چون که یک رنجی بوده و نتونسته به سمت بالا یا به سمت پایین تثبیتش کنه و بادی خیلی کوچیکی اینجا تشکیل داده با شادوها و سایه های بالا و پایین، در اصل یک تریدینگ رنج اینجا ایجاد شده و این نشون دهنده تردید معامله‌گران بوده که نتونستن به سمت بالا تثبیت کنن قیمت رو، نتونستن به سمت پایین تثبیتش کنن. شما وقتی که همچین الگویی یا همچین کندلی داخل بازار میبینید، باید ذهنتون بره به این سمت که الان بازار دچار یک تردید شده. پس اگر سقف این کندل یا کف این کندل زده شد، نشون دهنده یا برگشت روند است یا اون روند میتونه ادامه دهنده باشه. یه جور یک رنجیه که شما وقتی که بازار در یک تریدینگ رنج قرار داره، شما سقف و کف این تریدینگ رنج براتون مهمه که اگه این تریدینگ رنج شکسته بشه میتونه مثلا یک روند صعودی اتفاق بیفته، یا اگه برعکسش کفش شکسته بشه میتونه روند نزولی اتفاق بیفته. این هم در اصل یک نوع تریدینگ رنج و تردید معامله گرانه. خب برای کندل‌های پینبار ما فرض کنید 2 تا ناحیه، اینجا ناحیه عرضه داریم و در پایین ناحیه تقاضا داریم. حالا به طور مثال اوپن یک کندلی در اینجا قرار داره. وقتی بازار در اینجا میره بالا و سریع به این ناحیه برخورد میکنه در روند صعودی و سریع برمیگرده پایین و در اینجا کندل کلوز داده میشه، بدن به این صورت شکل گرفته میشه و این کندل یک کندل پینبار هستش که گفتیم اگر در روند صعودی باشیم و به یک ناحیه عرضه برسیم و در اونجا کندل پینبار به این صورت شکل گرفته بشه، بهش میگن شوتینگ استار. و برعکسش هم به همین صورته. فرض کنید ما در اینجا یک اوپن کندل داریم و بازار میاد به سمت پایین و به این ناحیه تقاضا برخورد میکنه و سریع برمیگرده بالا و در اینجا کلوز داده میشه و بدنه این کندل هم به این شکله و به این کندل در یک روند نزولی اگر همچین کندلی ایجاد بشه در ناحیه حالا حمایتی یا تقاضا، بهش میگن کندل‌های همر که به طور کل به هر دوی این کندل‌ها میگن کندل پینبار.
خب الگوی کندلی بعدی الگوی کندلی اینگولفینگ باره، همونطور که اینجا براتون شکلش آوردم. کندلای اینگولفینگ به کندلای گفته میشه که کندل قبلی خودشون رو کامل بتونن پوشش بدن. همونطور که اینجا میبینید ما یک کندل اینجا نزولی داشتیم و در کندل بعدی میبینید که کامل این کندل سبز رنگ سعودی کندل قبلی خودش رو پوشش داده و در بالا کلوز داده. به این کندل سبز رنگ میگن کندلای اینگولفینگ که نشون دهنده برگشت روند یا حتی میتونه نشون دهنده ادامه روند باشه. بستگی داره که در کجای بازار اتفاق بیفته این کندل. خب به طور مثال فرض کنید ما در یک روند نزولی هستیم و بازار وقتی که به این ناحیه تقاضا میرسه یا ناحیه حمایتی میرسه، یک کندل ما فرض کنید قرمز رنگ یا کندل نزولی اینجا داریم. وقتی که یک کندل دیگه یعنی کندل بعد از این کندل به صورت صعودی و کامل بتونه پوشش بده این کندل قبلی رو، به این میگن کندل اینگولفینگ. یه نکته خیلی مهمم راجع به کندلا و الگوهای اینگولفینگ بهتون بگم. ببینید ما میتونیم ترکیب کندلای اینگولفینگ با کندل قبلیشون رو یک پینبار در نظر بگیریم. ما اگر این دوتا کندل رو بخوایم یک کندل در نظر بگیریم، باید اوپن این کندل و کلوز این کندل رو در نظر بگیریم. اوپن این کندل میشه این قسمت که اگه من این قسمت رو امتدادش بدم میشه اینجا، و اگه کلوز کندل بعدی رو در نظر بگیریم میشه این قسمت، و اگه اینم امتداد بدم میشه این ناحیه. اگر این ناحیه رو به این صورت یک بدنه در نظر بگیریم و این قسمت پایینیش رو یک شادو در نظر بگیریم، این یک کندل همر هستش که به صورت اینگولفینگ در تایم فریم 1 دقیقه‌ای ایجاد شده و در تایم فریم 2 دقیقه‌ای به صورت یک همر یا پینبار تشکیل شده که در روند صعودی هم برعکس همین مورده. خب بعد از الگوهای کندلی میریم سراغ الگوهای چارتی که مهمتریناشو براتون اینجا نوشتم. مورد اول سقف یا کف دو قلو هستش که به اصطلاح میگن دابل بات یا دابل تاپ، که در اینجا براتون نمونه هاشو آوردم. دابل بات به این صورته که دو تا کف دو قلو اینجوری تقریبا هم سطح هم دیگه ایجاد میشه و بازار برگشت پیدا میکنه، و دابل تاپ هم برعکس اونه که میبینید بازار اومده بالا و دو تا سقف تقریبا دو قلو زده و بعد از اون ریزش پیدا کرده. این الگوها رو میتونید هم در هم جهت روند ورود کنید و هم میتونید مخالف جهت روند ورود کنید، ولی به طبع هم جهت با روند اعتبار بیشتری داره، وین ریت بیشتری داره نسبت به برگشت روند. خب به طور مثال فرض کنید ما دو تا ناحیه داریم. استفاده از الگوهای دو سقف یا دو کف برای برگشت روند به این صورته که وقتی که بازار به یک ناحیه به طور فرض در اینجا عرضه میرسه، با تشکیل یک دو سقف یا دابل تاپ که اینجا ایجاد میکنه، شما میتونید انتظار یک ریزش رو از بازار داشته باشید و معکوسش اگر به یک ناحیه حمایتی برسه با یک دابل تاپ اینجا شما میتونید انتظار یک صعود رو از بازار داشته باشید. و این برای استفاده در روندهای برگشتی، یعنی در روندهایی که شما انتظار یک برگشت رو دارید از این میتونید استفاده کنید. هم جهت روندش هم به این صورته که وقتی که شما در یک روندی قرار دارید به طور فرض روند صعودی، در وسط‌های روند بازار یک دو کف در روند صعودی ایجاد میکنه که وقتی که همچین دو کف ایجاد کرد شما میتونید انتظار ادامه روند رو از بازار داشته باشید. یعنی وقتی که دو کف رو دیدید میتونید انتظار صعود بیشتری از بازار داشته باشید و همچنین برعکسش هم به همین طوره. فقط دقت کنید که شما نباید در کف دوم ورود کنید، یعنی باید بذارید اجازه بدید که اون کف دو قلو یا سقف دو قلو اول شکل بگیره و با زدن سقف این ناحیه تاییدیه‌ای بگیرید و بتونید که بهتر ورود کنید. میتونید در این قسمت هم ورود کنید، فقط یکم ریسکش بیشتره. یا در روند نزولی وقتی که شما همچین حرکتی رو میبینید، همچین سقف دو قلویی رو میبینید، شما در این ناحیه بهتره که ورود نکنید و منتظر باشید که این کف زده بشه و این کفی که بین دو تا سقف ایجاد شده یا این کفی که این سقفی که بین دو تا کف ایجاد شده شکسته بشه اعتبارش بیشتره. یکی از موارد دیگه هم این که وقتی که سقف دو قلو یا کف دو قلو ایجاد میشه، اگر به طور شارپیتور و قوی این سقف یا این کف زده بشه، حالا من اینا رو پاک کنم یه بار دیگه بهتون توضیح بدم. ببینید ما یک سقف اینجا داریم. اگر به طور شارپی بعد از اینکه این کف دو قلو ایجاد شد، اگر به طور شارپی این سقف زده شد،
یعنی با قدرت زیاد این سقف زده شد، اعتبار این دو کف بیشتره. یا در روند نزولی وقتی که ما یک کف داریم بین این دو سقف، اگر این کف به صورت شارپیتور و خیلی پرقدرت شکسته شد، این دابل تاپ خیلی اعتبارش بیشتره. خب در ادامه میرسیم به الگوی دولکا که خیلی ها سوال پرسیده بودید که چجوری میشه تشخیصشون بدیم و ازشون استفاده کنیم یا چجوری میتونیم ازشون نقاط ورود بگیریم. الگوی دولکا همونطور که از اسمشون مشخصه از 2 تا لگ تشکیل شده که بین این 2 تا لگ یه اصلاح کوچیک اتفاق باید بیفته که همونطور که داخل این عکس هم میتونید مشاهده کنید. بعد از یک لگ اول یک اصلاح کوچیک بازار میده و بعدش بازار ادامه روند رو میده و این اصلاح این 2 لگ رو از هم جدا میکنه. عموما هم توی بیشتر مواقع این 2 لگ ها هم اندازه شکل میگیرن. برای تشخیص 2 لگ های معتبر هم یه سری نکات بهتون میگم. اول از همه این که معمولا لگ اول باید شارپیتور شکل گرفته باشه. چرا؟ چون که لگ دوم در اصل ادامه دهنده لگ اوله و وقتی لگ اول با قدرت شکل میگیره، معامله‌گرا میلی بیشتری دارن برای اینکه لگ دوم ادامه بدن و این موضوع باعث تشکیل لگ دوم میشه. نکته بعدی این که اصلاح بین 2 لگ هم نباید زیاد باشه. الان مثلا این لگ اول شما در نظر بگیرید، اصلاح این لگ نباید خیلی زیاد باشه، مثلا 60-70% 80% روند رو نباید اصلاح داده باشه. بعدش هم این که باید لگ دوم هم استارتش شارپیتور و قدرتمند باشه. بهتره که با قدرت شکلی بگیره. از این الگو هم بهتره بیشتر مواقع به عنوان یک الگوی ادامه دهنده روند استفاده بشه. یعنی بعد از تشکیل لگ اول و اصلاحی که میده، برای گرفتن لگ دوم و همجهت با لگ اول بهتره که معامله بشه و کمتر به عنوان برگشت روند از انتهای لگ دوم ازش استفاده بشه. دلیلش هم اینه که شما وقتی که برای برگشت روند ازش استفاده میکنید، عملاً دارید خلاف جهت روند ترید میکنید. برای همینم نکته خیلی مهمش برای ورودهای برگشت روندی اینه که حتما از همپوشانی با فکت‌های دیگه هم باید کمک بگیرید. خب به طور مثال شما فرض کنید ما در اینجا یک سطح مهم داریم و بازار قبل از اینکه به این سطح مهم برسه یک وان لگ تو لگ تشکیل میده به این صورت. ببینید شما در اینجا نمیتونید وارد معامله فروش یا سل بشید، برای اینکه اینجا هیچ همپوشانی و هیچ سطحی وجود نداره، هیچ فکت دیگه‌ای وجود نداره که تایید کنه که از اینجا بازار دیگه ریزشی میشه و این یک الگوی وان لگ تو لگه. شما باید زمانی از این الگو به عنوان یک نقطه برگشت استفاده کنید که همپوشانی با یک سطح دیگه داشته باشه. به طور مثال فرض کنید لگ اول در اینجا ایجاد میشه، لگ دوم در این قسمت ایجاد میشه و وقتی که لگ دوم ایجاد شده و به یک ناحیه‌ای یا یک همپوشانی با یک سطح دیگه ای داشته، شما میتونید در این ناحیه دنبال نقاط ریزشی باشید و ازش به عنوان یک فکت ریزشی استفاده کنید. برای الگوی ادامه روند هم اگه بخواید ازش استفاده کنید، شما فرض کنید حالا ما میتونیم به غیر از اینکه یک ناحیه داشته باشیم در اینجا، یک روند و یک کانالی هم داشته باشیم که بازار در اینجا یک حرکت شارپی انجام میده و قبل از اینکه به اون سطح برسه و به اون ناحیه مقاومتی یا ناحیه‌ای که بازار انجام میتونه ریزش داشته باشه برسه، یک اصلاح میده. شما در اینجا میتونید انتظار اینو داشته باشید که بازار صعود کنه و لگ 2 رو به عنوان ادامه دهنده لگ 1 انجام بده تا به اون ناحیه برسه. وقتی که به اون ناحیه رسید، شما میتونید در اینجا هم انتظار اون ریزش رو داشته باشید، ولی در اینجا به عنوان در این نقطه که الان من میکشم براتون به عنوان ادامه دهنده روند استفاده کنید از این الگو و در این نواحی با همپوشانی به عنوان نقاط برگشتی استفاده کنید. خب در الگوی بعدی میرسیم به الگوی بسیار مهم 1 2 3 ها یا الگوی 1 2 3 که به اسمای دیگه هم نامگذاری شده، بهش 3 pushes و 3 drives هم میگن که به این مفهوم شما باید 3 تا تلاش ناموفق رو در نظر بگیرید. یعنی وقتی که بازار 3 تا تلاش ناموفق انجام میده، باعث ایجاد یک نقطه برگشتی در اون روند میشه و یک الگوی، همین الگویی که اینجا براتون گذاشتم، یه همچین شکلی رو ایجاد میکنه
که در موج سوم که تلاش سوم محسوب میشه، شما میتونید انتظار یک ریزش رو از بازار داشته باشید در یک روند صعودی، و در روند نزولی هم برعکس میتونید انتظار یک صعود رو از بازار داشته باشید. حالا این الگویی که اینجا براتون کشیدم به این صورته که وقتی که شما یک موج اول رو در بازار میبینید و بعد از اینکه اصلاح میده، موج بعدی باید سقف موج قبلی خودش رو که موج اوله رو بزنه. اون موقع موج دوم تایید میشه و بعد از اصلاح موج دوم، موج بعدی باید سقف موج دوم رو بزنه، یعنی تلاش سوم باید سقف موج قبلیش رو بزنه. اون موقع موج سوم و تلاش سوم هم تایید میشه و شما در انتهای موج سوم میتونید انتظار یک ریزش رو از بازار داشته باشید. فقط دقت کنید که شما باید اینو به صورت 3 تا تلاش ببینید. حالا ما چند نوع الگوی 1 2 3 داریم که در مدل‌های دیگه یا در نوع‌های دیگه حالا لزوما نباید حتما موج‌ها سقف یا کف قبلی خودشون رو بزنن و صرفاً به عنوان تلاش محسوب میشن. شما فرض کنید در یک روند به طور مثال ریزشی هستیم و یک ناحیه مهم در این قسمت داریم و وقتی که بازار در یک روند ریزشی قرار داره و به یک ناحیه مهم میرسه، با ایجاد یک الگوی 1 2 3 در اینجا شما میتونید انتظار یک صعود رو در این ناحیه از موج سوم داشته باشید. به این میگن یک الگوی 1 2 3 که بعد از ایجادش با همپوشانی فکتای دیگه دخیلش کنید و ازش استفاده کنید. در این نقاط میتونید انتظار یک صعود از بازار رو داشته باشید. و ما یک مدل دیگه هم داریم از 1 2 3 ها که حتما نباید سقف قبلی یا کف قبلی خودشون رو زده باشن. اونم به این صورت که ممکنه همچین اتفاقی هم بیفته و وقتی که بازار یه همچین الگویی رو تشکیل میده، شما میتونید این هم یک الگوی 1 2 3 در نظر بگیرید. یکی از نوع‌های دیگه‌ش هم همین که در این نقاط در موج سوم شما با دیدن سیگنال‌های نزولی در یک روند صعودی انتظار یک ریزش رو از بازار داشته باشید. یا هم ممکنه که همین الگو رو شما در انتهای یک الگوی 1 لگ 2 لگ ببینید. به این صورت وقتی که شما در انتهای یک الگوی 2 لگ ها شما یک الگوی 1 2 3 میبینید، حالا رنگش رو تغییر بدم، به این صورت شما میتونید همچون که در انتهای ما لگ 2 هستیم و با وجود ایجاد یک الگوی 1 2 3 شما انتظار یک صعود رو میتونید از اینجا در بازار داشته باشید و در این نواحی میتونید معاملات بای انجام بدید و در روند صعودی هم که برعکس همین مورده. پس شما دقت کنید که حتما این الگو رو به عنوان بیشتر 3 تلاش در نظر بگیرید. 3 تلاش برای شکست و 3 تلاش برای ادامه مثلا روند، 3 تلاش برای مثلا شکست این ناحیه، و وقتی که بازار نتونست این ناحیه رو بشکنه بعد از 3 تلاش ناموفق، انتظار یک صعود رو و یک برگشت روند رو میتونید داشته باشید. نکته خیلی مهمم این که این الگو چون یک الگوی برگشت روندیه، شما حتما باید از فکت‌های دیگه برای ورود استفاده کنید. مثل همون الگوی 2 لگ ها که گفتم، اگر در انتهای لگ دوم بخواید ورود کنید، چون یک تنه در مقابل بازار میخواید بایستید، در مقابل روند میخواید بایستید، باید از همپوشانی فکت‌ها استفاده کنید. در اینجا هم چون الگوی 1 2 3 یک الگوی برگشت روندی در اینجا ازش استفاده میکنیم، باید حتما از همپوشانی و فکت‌های دیگه استفاده کنید که بتونید وین ریت این الگو رو ببرید بالاتر و نقطه ورودهای بهتری بهتون بده. الگوی بعدیمون الگوی سر و شانه یا همون هد اند شولدرز که یک الگوی کلاسیک برگشتیه و به عنوان برگشت روند ازش استفاده میکنن. در روندهای صعودی این الگو از 3 قله تشکیل میشه که قله بلندتر از همه بهش میگن سر و قله سمت راست و سمت چپ شانه ها رو تشکیل میدن. و وقتی که ما این دو کف رو، یعنی این کف و این کف رو به هم دیگه امتداد بدیم، حالا ممکنه یا شیب صعودی داشته باشه یا شیب نداشته باشه. وقتی که این دو کف رو به هم امتداد میدیم، در اصل بهش میگن نکلاین یا خط گردن. وقتی که شانه سمت راست میاد این نکلاین یا همین خط گردن رو میشکنه، این الگو تایید میشه و تشکیل میشه و شما میتونید به عنوان یک الگوی برگشت روند معاملات خودتون رو داشته باشید. مورد بعدی وچ‌ها هستن که یک نمونه از وچ‌های صعودی رو براتون اینجا آوردم. وچ‌ها در روندهای صعودی به صورت یک کانالی که فشرده میشه حرکت میکنن که همینجوری که اینجا میبینید کانال هی فشرده و فشرده تر میشه و در این نقاط
که به فشرده ترین حالت میرسه یک بریک انجام میشه و به عنوان برگشت روند میتونید این الگو رو در نظر بگیرید. و در روند صعودی هم برعکس این رونده و یک کانال فشرده مانند نزولی ایجاد میشه که با شکست اون کانال به سمت بالا احتمال برگشت روند وجود داره. الگوی بعدیمون الگوی پرچم یا فلک هستش که یک الگوی کلاسیک ادامه دهنده روند محسوب میشن. فلک ها در اصل یک اصلاح کوچیک هستن. به طور مثال اینجا من براتون یک نمونه روند صعودیشو آوردم. اگر ما در یک روند صعودی و یک حرکت شارپی یک اصلاحی بده بازار و قیمت به صورت یک کانال کوچیک و کوتاه مدت یک اصلاحی رو تشکیل بده، بهش میگم فلک و با شکست این فلک و با شکست این کانال شما میتونید انتظار ادامه روند رو داشته باشید. و در روند ریزشی هم برعکس همین روند صعودیه. نکته‌ای که راجع به فلک هم باید بدونید اینه که فلک های کوتاه خیلی معتبرترن، یعنی هرچی فلک کوتاه‌تر باشه شکستش معتبرتره و میتونه باعث ادامه روند قبلی بشه. الگوهای بعدیمون الگوی تریانگل و رکتانگل است. تریانگل ها به صورت مثلثی شکل و رکتانگل ها مستطیل شکل حرکت میکنن. در ابتدا میریم سراغ رکتانگل ها چون شباهتی به فلک ها دارن. این الگوها را هم به صورت الگوهای کلاسیک ادامه دهنده روند در نظر میگیرن و وقتی که بازار یک حرکت شارپی نزولی در اینجا حالا میبینید اتفاق افتاده و بعد از این حرکت شارپی بازار وارد یک تریدینگ رنج کوچیک با سقف و کف‌های هم اندازه به صورت یک مستطیل شکل قیمت داخلش حرکت کرده و وقتی که کف این رنج رو بازار میشکنه میتونید انتظار یک ادامه روند رو داشته باشید. فرقش با الگوی فلک ها اینه که فلک ها به صورت اصلاح مانند و در روند نزولی به صورت یک اصلاح صعودی اتفاق میافتند. رکتانگل ها به صورت یک حرکت رنج تور در یک ناحیه مستطیل شکل ایجاد میشن. الگوی مثلث ها هم عموما به عنوان الگوی کلاسیک ادامه دهنده روند ازش استفاده میکنن. مثلث ها 3 نوع هستن: مثلث های متقارن، صعودی و نزولی. مثلث متقارن رو همینجا که براتون مثالش آوردم اگه دقت کنید سقف‌ها رو به پایین و کف‌ها رو به بالا اتفاق میفته و یک فشردگی ایجاد میشه و در انتهای این فشردگی احتمال شکست وجود داره. مثلث‌های صعودی هم سقف‌ها به صورت افقیه و کف‌ها به صورت صعودی اتفاق میفته و مثلث‌های نزولی هم کف‌ها به صورت افقی ایجاد میشن و سقف مثلث به صورت نزولی ایجاد میشه. و شما باید از این الگوی تریانگل به عنوان یک الگوی ادامه دهنده روند استفاده کنید و وقتی که به نوک فشردگی میرسه، به نوک مثلث میرسه، با شکست در همجهت روند معاملات خودتون رو داشته باشید. در اینجا به پایان بحث الگوها میرسیم. تعداد زیادی از این الگوها رو باهاشون کار کردیم و باهاشون معامله انجام دادیم. داخل پیج میتونید ببینید نمونه‌هاشو و در ادامه بیشتر راجبشون توضیح میدیم و راجبشون مثال میزنیم. امیدوارم که بتونید از این الگوها در معاملات خودتون استفاده کنید و دیدگاهتون رو بهتر کنه. هر گونه سوالی هم داشتید بازم میگم داخل پیج یا همینجا زیر همین ویدیو میتونید کامنت بذارید. به تمامی سوالاتتون پاسخ داده میشه. ارادتمند همگی. خدا نگهدار.